بسم الله فرو شدنه. بسم تعالی. اصلاح طلبان و اصولگرایان عزیز، شعارهای خود را آماده کنید که انتخابات خیلی نزدیک است. فقط در کنار آماده سازی شعارهای خود یادتان نرود که هزاران کارزار نیز برای تعداد کثیری از هموطنان خود آماده کنید. لطفاً کودکان را در کارگاه‌های گرم به کار گذارید که هوا بس نازل و مردانه سرد است. نمیدانم چرا وجدان شما به درد نمی‌آید. نمیدانم چه بلایی به چشمان شما آمد که نمی‌بینید خبرنگاری 8 سال زندگی خود را در بند سیاسی زندان‌های شما سپری می‌کند. سیاسی آزاد باید کردن. زندانی سیاسی آزاد باید کردن. زندانی سیاسی آزاد باید کردن. چرا باید دانشجویی از فعالیت در نشریه واهمه داشته باشد؟ آقای سرهنگ، ببخشید آقای حقوقدان، بستن مطبوعات، تعلیق نشریات، تهدید و اخطار به مسئولین نشریه آزادی نیست. والله آزادی این نیست که فعالین ملی مدنی زندگی خود را در زندانهای شما با بدترین شرایط من جمله اعتصاب غذا سپری کنند. مرادپور آزاد باید کردن. مرادپور آزاد باید کردن. اصولگرایان عزیز، دغدغه ما حجاب دختران و زنان نیست. دغدغه ما حجاب دختران و زنان نیست. دغدغه ما حساب‌های مالی مسئولین و گرسنگی ملت است. بدانید که دغدغه ما احقاق نیافتن حقوق‌های فرهنگی ملت‌های غیر فارس است. نمیدانم چرا مدام میگویی شرایط حساس منطقه باعث شده که کانون آذربایجان شناسی داده نشود. هویت شما بازی میکنیم، گاه آذری زبان. زبان هویت فارسی ترویج یابه، زبان هویت ترکی از بین برود. آقای روحانی، در اینجا باید بگویم که آفرین و صد آفرین به شما که بعضی واقعا به خشکیدن دریاچه خوب عادت کردند. اصلاح طلبان و اصولگرایان، تا حالا از خودتان این را نپرسیدید که اشعار شاعران در مورد دریاچه چه میشود؟ بدانید که این دریاچه برای ما فقط آب نیست، بسیاری از عادتهای فرهنگی ما نیز به آن وابسته است. به خدا شستن چشمهای خود آنقدرم که شما حس میکنید سخت نیست. چشمان خود چه بگویم آخر که در چشم نژاد پرستی به من نزنید. نمیدانم چه کنید.